شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. ظاهراً مولای خوارزمی که چند پیش از دخالت کارمندان پلیس به حیات شخصیش شکایت کرد به هدفش رسید. نوار عشق‌ورزی عبدالحمید اوتاجانوف با یک دختر جوان 10 روز قبل در شبکه‌های اجتماعی به گردش درآمد. خودی دو مولا گفت که نوار 6 سال پیش از سوی کارمندان پلیس در خانه‌اش ثبت شده و اکنون آن را برای بی‌آبرو کردنش نشر نمودند. همکارم سراجدین اسلام قبل از شروع برنامه درباره گردش نو در قضیه این مولا صحبت کرد. امروز یکی از فرزندان مولای 61 ساله اورگنجی با ما از طریق تلگرام تماس گرفت و یک خبر مهم را با خوشحالی با ما رساند و گفت که کارمندان پلیس یک چند کارمند پلیس به خانه مولا آمدند و از او رسما عذرخواهی کردند و مکتوب رئیس پلیس شهر اورگنج را نیز دادند. در آنجا نوشته شده است که آن کارمندایی که مولا را با یک زن جوان به نوار گرفتند یک جزای ماموری گرفته باشند گویا. و از این حالت البته خود مولا نیز خیلی خوشحال بود. بعد این من از سراجدین درباره عکس‌العمل مولا به عذرپرسی مقامات انتظامی سوال کردم. البته پس از پخش شدن این نوار خیلی ناراحت بود، ولی کارمندان بخش ازبکی آزادی این قضیه را دنبال کردند و پس از او واکنش‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد و مردم البته شدیداً عمل پلیس را محکوم کردند و خود مولا میگوید که یک دسته که خب دستگیری عمده مردم را احساس کرده است و به گفته خودش پس از 6 سال حق به حقدار رسیده است. ناگفته نماند کارمندان پلیس همچنین پس از عذرپرسی گفتند که از شبکه‌های اجتماعی آن نوارهای ویدیویی را تماما لغو کردن، گرفت پرتافتن و گفتند که دیگر این گونه حالت ها تکرار نمی شود. می توان گفت که این قضیه نمونه می شود برای دیگران تا در قبال نقضی حقوقشان صدا بلند کند. چون این بود سوال دیگری من از سراجدین اسلام. شاید همینطور شود، چون به نظر من این شاید بار اول باشد که کارمندان پلیس از یک مولا عذرخواهی کنند در ازبکستان، شاید در آسیا مرکزی باشد. همکارم سراجدین اسلام بود که از بخش ازبکی رادیو آزادی است و با ما صحبت داشت.